که با آرمیا اگر خواندگی نباشد و لیکن در عسکری خدمت کرده باشد با او شوهر میدید؟ این زشته تقدیر نصیبه که با شوهر میباره. گفته من نمیشه، گفته الله میشه. خب تشکر. شما میخواهید که شوهر آینده تان در عسکری خدمت کرده باشد؟ البته برای چی میخواهید که شوهر خدمت کرده؟ برای آن که در دولت خدمت کردگی است. خوب. سلام علیکم. خود رو معرفی میکردید؟ من محبه دانشجوی کورس یکمی دانشکده صنعت تصویری و دیزاین میشم. تشکر زیاد. میخواستم پرسم که میخواهید که شوهر آینده تان در قواهای مسلح خدمت کرده باشد؟ اگر در دیگر شهر خدمت کند البته میخواهم. مثلا میخواهید در کدام شهر خدمت کند؟ فرق ندارد در کجای. خوب. میخواهید که دخترتان در فرزندی خدمت کرده شوهر دید؟ در خدمت کرده اما بچه که خدمت نمیکنه در خدمت میترسد و میگریزه و چی آدم گری و چی را میفهمد و جوانم نمیفهمد و چی را نمیفهمد در که میگریزه. خب اگر همون پسری که به دختر شما خواستگار میشود خدمت نکرده باشد با او دختر میدهید؟ نه. خب برای که زندگی را نمیفهمد خطی دختر و خطیش خیلی زندگی میکنه. سلام علیکم. و علیکم السلام. خود را معرفی میکنید؟ من خواجه سمردین. خب برادر عزیز میگفتید که شما در قوای مسلح خدمت کرده اید؟ بله. چند سال شد خدمت کردنتونه؟ 5 سال شد آرمیا را بود که. شما از خدمت کردنتون پشیمان نیستید؟ نه. خدمت ساعت کویز بود خرد خروق نشدی سال لباس همش خدمت نقد خدمت نبود که مثلا بسری بلند بود که بین اومد. شما پشیمان نیستید که خدمت؟ خب امروز جوانان از خدمت حربی میگریزند به هر گونه مثلا به دانشگاه داخل میشن تا به خاطر که خدمت نکنن یا برای روسیه میروند و بهانه‌های زیاد. شما با آنها چی گفتنی هستید؟ و چخیل کمک خواهر جون ما مقصد بود ایسوبی مقصد به عقلی میشود میگریزند. وقتی که خدمت هر شهروند باید را خدمت کنه پدر و مادر خچه میسازد خواهر داره اپا داره اوچه داره میره مثلا محافظت کن در کل مثلا بچه‌ای که هستن نبود کن خدمت ما را تو همه قصولا محافظت کردن ما رفتیم بوجه همون ده ایستیم که ما محافظت کنیم ما میخواهیم که دودارای ما هم خیلی ما خدمت کنن با سر بلند برگردن بیان خواهد. خب سلام علیکم. سلام علیکم. شما میخواهید که شوهر آینده تان در قواهای مسلح خدمت کرده باشد؟ البته پجام برای که به قدر زندگی بعد به همه چی میرسده. اگر بچه‌ای که به شما خواستگار شود و خدمت نکردگی باشد میگیریدش؟ نه. نمیگیریدش. خب سلامت باشه. سلام علیکم. السلام علیکم. یک سوال داشتم میخواستم دانم که شما میخواهید شوهر آینده تان در قواهای مسلح خدمت کرده باشد؟ البته میخوام برای که زندگی آینده رو پیش برده میتواند. خب اگر جوان در دانشگاه عالی تحصیل کرده باشد و در قوای مسلح خدمت نکرده باشد میگیریدش؟ نه. من 45 سال انا خواهر عزیز در خدمت حربی گشتگیم. خب من میخوام که پسرانم دخترانم هم خدمت کسب پدر را انتخاب کنند. دخترچه منم حاضر انا وای کسب من انتخاب کرده. خدمت حربی دن چی عنوان داره شما؟ من پالکونیکی استعفا. شما استعفا دادید؟ سعیدو شریف خورجا. دخترانتون اگر یک بچه بیاد که خدمت نکرده باشد به اون به شوهر میدهید؟ با فکرم نه. برای چی نمیخواهید؟ باید که هر جوان مرد خدمت وطن کنه. هر جوان مرد خدمت وطنش کنه. من نمیخواهم که داماد من یا که کلین من خواهد که کلین میکنیم اکنی چی نیست لیکن نمیخواهم که دامادم وای باشه خدمت نکرده باشد. خدمت نکرده باشه. من همه خیلی وای میدونم. خب من مهدی هستم. شما میخواهید که دخترتون به سرباز به شوهر برد؟ نه. چرا؟ چون سرباز سنش پایین معمولا بین سن 18 سال تا 21 سال هستن. بعد وقت کارش هم نشده هنوز وقت خدمتش تمام کنه سر کار بره. چون از نظر من یکم هر کسی که میخواد زن بگیره باید کار داشته باشه. دوم زن جوونی که هنوز کار نداره وقت زنگیریش به نظر من نیست.